در دل دره‌های خاموش غور منار ایستاده است که قرن‌ها با زمان سخن می‌گوید. منار جام، شاهد بلندی از ایمان، قدرت و دانشی که از کوهستان برخاست و تاریخ را دگرگون کرد. این منار یادگار دوره‌ای است سلسله غوریان از قلب کوه‌های مرکز افغانستان سر برآوردند و در میانه قرن 12 میلادی و یکی از قدرت‌های بزرگ شرق جهان اسلام بدل شدند. غوریان که در آغاز زیر نفوذ غزنویان قرار داشتند، با ظهور دو برادر غیاث الدین محمد و معز الدین محمد سرنوشت خود را تغییر دادند. آنان امپراتوری غزنوی را فرو ریختند و قلمروهایی را بنا کردند که از خراسان و هرات تا غزنه و سرزمین‌های شمال هند امتداد می‌یافت. قلمروهایی که حتی لشکرکشی‌هایش تا بنگال رسید و مسیر تاریخ سیاسی هند را دگرگون ساخت. در اوج این قدرت، غوریان بیش از آن که اهل تجمل باشند، اهل ساختن بودند. منار جام یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این نگاه است. بنایی که نه فقط یک اثر معماری بلکه بیانیه‌ای از ایمان اسلامی به شمار می‌رود. این منار به فرمان سلطان غیاث الدین محمد بن نظام غوری و به دست معمار نامدار علی بن ابراهیم نیشابوری در سال 570 هجری قمری و بر اساس طرح سنجیده و مهندسی شده اعمار شد. هدف از ساخت آن یادبودی از شکوه اسلام و مکانی برای اعلان آذان بود، صدایی که میبایست از فراز دره‌های غور فراتر از زمان و جغرافیا طنین انداز شود. منار جام با ارتفاع حدود 65 متر از بزرگترین و با شکوه‌ترین مناره‌های جهان اسلام به شمار می‌رود. بر تنه آن کلمه مبارک شهادت، آیات کامل سوره مریم، نام سلطان غیاث الدین و امضای معمار همگی به خط کفی بنای نقش بستند. ترکیب از ایمان، هنر و قدرت سیاسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. همین ارزش تاریخی و هنری سبب شد که این اثر در سال 2002 میلادی در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شود. این بنای عظیم در 4 طبقه از خشت پخته با مصالح چونه و ریگ ساخته شده و برای استحکام از چوب‌های بسیار محکمی، احتمالاً چوب ارچه، در ساختار درونی آن استفاده شده است. قطر منار در ته‌آب نزدیک به 9.7 متر و در بالا حدود 3 متر است. تناسبی که هم زیبایی می‌آفریند و هم پایداری. زینه‌های مارپیچ دوگانه، ستون مرکزی قطور و شبکه چوبی هوشمندانه همگی برای مقابله با زلزله و فرسایش طراحی شده‌اند. دانشی که قرن‌ها پیش از مهندسی مدرن به کار گرفته شد. منار جام تنها یک بنای بلند نیست. روایتی است از ایمان، دانش و اراده مردمانی که در سکوت کوهستان اثری آفریدند که هنوز ایستاده است و هنوز سخن میگوید.